بسم الله الرحمن الرحیم. ساس یک حشره کوچک خزنده خونخوار بدون باله. درسته که این حشره بدون باله، ولی اجداد اولیه این حشره بالدار بودن و به مرور زبان به خاطر نحوه و سبک زندگیشون بالهای خودشون رو از دست دادن و فقط الان این حشره آثار بال روی بدن این حشره وجود داره. اندازه این حشره 3 تا 5 میلیمتره، تقریباً به اندازه یک هسته سیب که با چشم معمولی و غیر مسلح هم به راحتی دیده میشه. این حشره هیچ نوع بیماری رو به انسان منتقل نمیکنه و در حال حاضر به عنوان یک معضل بهداشتی خونخوار در اماکن مسکونی مردم و اماکن اقامتی مثل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیرها و مسافرخانه ها تبدیل شده. این حشره 2 جنس داره، جنس نر و ماده، و چون هر 2 جنس این حشره خونخوارن، تفکیک آنها از همدیگه اهمیتی نداره. چرخه این حشره شامل 3 مرحله است: تخم، نمف و حشره بالغ. در تمام منازل مسکونی و اماکن اقامتی آلوده به این حشره این مراحل رو به راحتی میشه مشاهده کرد. تکثیر این حشره از راه تخمریزیه. تخمهای 1 میلیمتری سفید یا شیری رنگ که به راحتی با چشم معمولی و غیر مسلح هم قابل مشاهده است. این حشره تخمای خودش رو روی زمین نمیریزه، بلکه داخل درزها، شکافها و ترکهای وسایل چوبی مثل مبل، میز، صندلی یا امثال قرار میده یا با یک ماده چسبناکی به زیر سطوح ناصاف وسایل چوبی میچسبونه. تحت شرایط مناسب محیطی به لحاظ دما و رطوبت بعد از 5 روز تا 1 هفته این تخما باز میشن به موجودی شبیه خودشون ولی کوچکتر که همون دگردیسی ناقص. نمف‌ها یا نوزادها از لحاظ شکلی شبیه حشره بالغ هستن و از نظر بلوغ جنسی ناکامل هستن. این حشره 5 مرحله نمفی داره و جالبه بگم خدمتتون که برای خروج از هر مرحله نمفی بعدی این حشره باید پوست اندازی کنه و به خاطر که بتونه پوست اندازی کنه حتما باید یک مرحله خونخواری کنه. به همین خاطر هست که این حشرات هر جایی رو که آلوده میکنن به خاطر خونخواری های ممتد نمفها و بالغین، افراد ساکن در این مناطق رو به شدت کلافه میکنن و خواب و استراحت رو ازشون میگیرن. و گفتن این نکته هم لازم و ضروری است که از زمانی که این حشره تخم میذاره تخما بخوان به مرحله بلوغ برسن مدت زمان 2 ماه طول خواهد کشید. فرم بدن این حشره ویژه و منحصر به فرده و خیلی فرم بدنش به نحوه زندگیش کمک کرده. بدن این حشره فلت فرم تخت، یعنی از سطح پشتی و شکمی فشرده شده و فرم بدنش بهش اجازه میده که به راحتی وارد درزها و شکافها و ترکها بشه، مثل درز و شکاف ترکهای وسایل چوبی مثل مبل، میز، صندلی، تخت یا درز و شکافهای کفپوشها، درز و شکافهای دیوارها، پشت دیوار کوبها، پشت قاب عکسها خودشو مخفی کنه و هم خودشو از چشم ما مخفی میکنه و هم از سمومی که بر علیه این حشره استفاده میکنیم خودش رو مسون و محفوظ نگه میداره و عملا مبارزه بر علیه خودش رو بسیار بسیار سخت و مشکل میکنه. درسته این حشره حریص در خونخواری هست، ولی میتونه گرسنگی رو تا 1 سال هم تحمل کنه. 2 تا 3 سال عمر براش ذکر کردن. این حشره فقط خون میخوره، غیر از خون از هیچ چی دیگه تغذیه نمیکنه. خون ارجح براش خون انسانه و در نبود انسان سایر موجودات خانگی مثل سگ، مثل گربه، ماکیان هم اگر در دسترس باشن در نبود انسان ازشون تغذیه میکنه. اگر بخوام با سایر حشرات مقایسه کنم، مثل پشوی آنوفلی که مالاریا رو منتقل میکنن یا پشه خاکیایی که سالک رو منتقل میکنن، اینا غذای اصلیشون خون نیست، غذای اصلیشون شیری گیاهیه و غذاشون شیری گیاهی، اشیره گیاهی تغذیه میکنن و هر 48 ساعت تا 72 ساعت صرفاً برای تخم ریزی خون میخورن. ولی ساز غذای اصلی شیری گیاهی نیست، غذای اصلیش خونه و هر جایی رو که آلوده میکنن صاحبان اون مکانها رو به خاطر خونخواری های مکرر و ممتدشون کلافه میکنن.
این حشره یک اکتوپارازیت موقت، یک انگل خارجی موقت، برعکس شپش سر که یک اکتوپارازیت دائم هست و دائم باید روی سر انسان زندگی کنه، روی بدن انسان زندگی کنه. ساز اینطوری نیست. ساز حد اکثر مدت زمان خونخواریش روی بدن انسان 10 دقیقه تا 15 دقیقه است. بعد از 10 تا 15 دقیقه که خونخواری خودش رو کامل کرد، بدن انسان رو ترک میکنه و برای هضم خون به یک مکانهای خنک و تاریکی میره تا خونخواری بعدی که بخواد انجام بدهد. سازها شب فعال هستند، در شب فعالیت میکنند، از غروب تا طلوع آفتاب فعالیت میکنند. با این که این حشره شب فعال و نورگریز هست، ولی دلیل نمیشه که در طول روز هم خونخواری نکنه. اگر این حشره گرسنه باشه، 1 هفته تا 10 روز از خونخواریش گذشته باشه و گرسنه باشه، در طول روز هم اقدام به خونخواری میکنه و زمانی که وارد یک اتاق آلوده به ساس بشیم، روی زمین یا روی تخت دراز بکشیم، CO2 دفعی ما یا CO2 که ما از بدنمون دفع میکنیم یا گرمای بدنمون برای اینها جذابه و به سمت ما میان و در طول روز هم از ما خونخواری میکنن. بنابراین روشن نگه داشتن چراغ‌ها در طول شب به خاطر این که ساس‌ها از ما خونخواری نکنن، این کار با مانع خونخواری ساس‌ها از ما نخواهد شد. گفتم این خدمتون که این حشره خونخواری هست و برای خونخواری مجهز به یک خرطوم کشیده و بلندی هست. و زمانی که از سطح پشتی به این حشره نگاه میکنیم چیزی نمیبینیم، ولی زمانی که حشره را برگردونیم و سطح شکمیش رو نگاه میکنیم میبینیم که مجهز به یک خرطوم کشیده و بلندی با موازات بدنش قرار گرفته در زیر سطح بدنش و زمانی که میخواد این حشره خونخواری کنه، این خرطوم عمود بر بدن قرار میگیره. با این که این حشره خرطوم کشیده و بلندی داره، ولی گزش هاشون اصلا دردناک نیست، چون قبل از این که بخواد خونخواری انجام بده، یک ماده بزاقی در زیر پوست ترشح میکنه که این ماده بزاقی باعث میشه که اولا خون در حین خونخواری منعقد نشه و در ثانی موزه رو بی‌حس میکنه و شروع میکنه به خونخواری کردن و اصلا متوجه خونخواریشون نخواهیم شد. این حشرات در فارسی به نام سن معروف هستند و در انگلیسی به اینها باگ میگن و به ساس تخت خواب در زبان انگلیسی بد باگ یا ساس تخت خواب گفته میشه. از ویژگی های این حشره اینه که در اطراف بدنشون یک سری غدد دارن که از طریق مجاری به روزنه های بین پاهاشون باز میشه و زمانی که این حشرات تحریک بشن یا اراده کنن، میتونن از طریق این غدد موادی رو به بیرون ترشح کنن که این مواد بوی تند و زننده‌ای داره و خانه های آلوده به ساز اگر مدت زیادی جریان هوا درش وجود نداشته باشه، یک بوی ویژه و تندی داره و از روی این بو میتوان خانه های آلوده به ساز رو تشخیص داد. اهمیت بهداشتی سازها. سازها خوشبختانه هیچ نوع بیماری رو به انسان منتقل نمی کنن. تا کنون ثابت نشده که این حشره بتونه به جواب انسانی بیماری منتقل کنه، ولی مشکل ما با سازها گزش های شبانه اینا هست که بسیار برای افراد آزاردهنده است. همچنین امکان داره در زمانی که آلودگی زیاده افراد در شب تا 100 بار هم گزیده بشن. همچنین گزش ها میتونه در کودکان باعث کمخونی های خفیف بشه. خارش پوستی، التهابات شدید پوستی و تورم پوست از مشکلات و عوارض دیگه گزش سازها هست. همچنین کسانی که با ما مراجعه میکنن، مرکز بهداشت مراجعه میکنن، علائم اکثر اینها علائم استرس و اضطراب و ناآرامی و بیقراری دارن که میتونیم به عنوان مشکلات بهداشتی سازها بهش اشاره بشه.